سلام بچه ها، به چنل امیر رکب خوش اومدید. آقا ما اسممون رو تغییر دادیم به امیر رکب به علت اینکه تو یوتیوب سرچ میکردی یه بنده خدای نصیر مزاوی رو میآورد. برای همین حتی اگه من یه ای هم اضافه گذاشته بودم، برای همین امیر رکب گذاشتیم. امروز اومدیم آقا عقاب شیم، یه ذره میدونیم گیر داریم، عقابیم و همین الان یه خرگوشی بسیم. یه ذره عادت ندارم باش بچه ها، بخشید دارید چه کاتافی دارم میکشن پشم. اومدی این بار عقاب سرسفید، یک کل سفید خوشه خوشن آیناش سکو وایسا نکرد کس مادر بلر نکد کردیم نمو کس مادری سبا نکد کردیم نمو کس مادر. بمیر دیگه، چقدر دمیج هم کم میده ولی خب گرفتی. چرا نخورد آجی؟ یه ذره میگم بچه ببخشید این تازه عادت نکردم. نمیدونم کو غذام کو اون دستم ای بابا، یعنی یه عقابی هم نمیتونم یه دونه خرگوشی که مرده رو بگیرم. کو نیست، به خدا نیست آجی، نیستی ولش کن اصلا پیداش نمیشه. بریم ببین مرحله برگشته گفته چی؟ گفته چند تا خروس، 2 تا خروس بکش. برای کشتن خروس ما باید بریم چی؟ خروس پیدا کنیم بدون تعارف و به معنای دقیق کلمه ورزدی. اصلا نمیدونم چی دارم میگم. او یعنی روزه هم اصلا حال ویدیو گرفتن نداشت، ولی خب خرگوشی کوچولو یکی دیگه میگیریم بخوریم. این بار این چرا دم چون ذریع‌تر دم ذره میزنه حاجی. بعد روش نگه داریم، یعنی وگرنه نگه نداریم نمیخوره پشمام. ببین خب الان فقط داریم 2 تا خروس پیدا کنیم. 2 تا خروس اینجا ها من دیده بودم و کجا آناشش زیره این موسی اغرس در سفید. نگاه کن چجوری میرم واسه شکار. آخ چی صدا خورد؟ چرا اینو ویل کرد؟ به 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 به، یکی رو گرفتیم. خب اون یکی کو؟ اون یکی هم اینجا باشه. بیا اینجا عزیز دلم. این داده بچه اصلا که ما رو همزون ببخشی ولی خسته میشه آدم، میدونی این یکی دیگه. خب مرحله جدید اومده. 2 تا خروس، یه دونه خروس. این خروس ها فعلا بکشیم. به 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 اونه یک گوسفند. خب باید بریم حالا دنبال گوسفند 3 ساعته. خدا یعنی این بازی خداست. و چیز جالب همینه، یعنی کل بازی تو همین بکش بخور بکش بخور بکش بخور. حالا چیز داریم، اسکیل داریم، اسکیل پوینت 3 تا دیگه هم داریم. حالا یه کاری میکنیم فعلا میزه یه دونه پاور بزنیم چه تاثیر. خب یعنی کلن بازی فرایندش اینه و هدف ساخت بازی این شبیه ساز عقاب باشه، ولی هیچ ربطی احساس میکنم به زندگی عقاب نداره. یعنی عقاب کل زندگیش اینه که بخوره بکشه بخوابه. پس جفتگیری کن. و الان میخوام بگید عقاب موجودی تک بره اینا، ما این حرفا رو قبول نداریم. میگی مثل بقیه باش، تو برو با بقیه باش. گراز بچه عقاب به نظر پشمام گرازی داره به من دمیج میزنه. گرازی داره به من دمیج میزنه. برگام گوسفند دیگه نمیتونه. گوسفند هم داره دمیج میزنه. قره مادرفاکر برو خاک کست فرکن. چقدر سگجونی دیگه بمیر. چقدر باید بزنم مرد. میگم اون بقیه خوندم یه دونه خروس میخوام. میزه اول این کار گرازه بیشرف رو تموم کنیم، بعد بریم ببینیم این خونه چیه اونجا. خب
بیا اینجا بیا اینجا ببین خسکش بی تربیت. ای بمیر دیگه انگار الدرینگ انگار سرگیمه طرف. شاید من خیلی ضعیفم باور. خب کشیش. نه 39 تا دارید کم آب بخوریم. سلام. غلط کردم. گرازم ویلکن نیست ولی خب این بار دیگه کار تموم عزیز من. ببین به بزن بر بدن که تموم شد داستان. خب بریم آره ببینیم خونهه. یعنی یکم چیز گفتم میریم اونجا بزن. این خونه مونه واقعا. یعنی لونه چجوری این خونه بر لند صدا بال زدن هنوز میاد. خب فکر کنم باید کن بذار یه تیک آف کنیم یه لند. این ملت خنگ بهش رفته یه گل گشاده. اصلا یادم نبود مرحله رو هنوز تموم نکردیم حاجی. یه خروس مونده و بریم دنبال میکه خروس. روباه به بازی اضافه شد پشمام. ولی خب یه خروس نداریم متاسفانه. یه دونه خروس نداریم. بعد 300 بگردیم دنبال خروس. آقا یا کمی آب بزنیم. اصلا نیست یعنی هرچی میگردم واقعا نیست. نمیدونم چی نیست هیچ جا. حاجی اصلا خروس نیست دیگه. واقعا نمیدونم خسته. ببین کلافه شدم. خب خیلی الان کلافه شدم. خب الان از آنم میگم و برام نون بگیرم. خیلی خوشحال شدم که ویدیو دیدید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.